جلسه 17 از بیت 185 داستان جمشید. چو ضحاکش آورد ناگه به چنگ، یکایک ندادش سخن را درنگ. برش سراسر به دو نیم کرد، جهان را از او پاک پر بیم کرد. شد آن تخت شاهی و آن دستگاه، زمانه ربودش چو بیجاده کاه. از او بیش بر تخت شاهی که بود، بدان رنج بردن چه آمد سود. گذشته بر او سالیان 700، پدید آوریده همه نیک و بد. چه باید همه زندگانی دراز، چو گیتی نخواهد گشادند راز. همی پروراند با شهد و نوش، جز آوای نرمت نیارد به گوش. یکایک چو گویی که گسترد مهر، نخواهد نمودن به بد نیز چهر. بدو شاد باشی و نازی بدوی، همه راز دل را گشایی بدوی. یکی نغز بازی برون آورد، به دل تندر از درد خون آورد. خب میگه وقتی ضحاک جمشید رو به چنگ آورد، اجازه سخن گفتن به او نداد. چو ضحاکش آورد ناگه به چنگ، یکایک ندادش سخن را درنگ. وقتی اجازه صحبت کردن هم به او نداد، برش سراسر به دو نیم کرد، جهان را از او پاک پر بیم کرد. جمشید داخل درختی پنهان شده بود. ضحاک وقتی جمشید رو پیدا میکنه، دستور میده که با اره درخت رو از وسط به دو نیم کنن که جمشید هم داخلش بود و توسط اره در واقع جمشید هم از وسط به دو نیم میشه. شد آن تخت شاهی و آن دستگاه، زمانه ربودش چو بیجاده کاه. میگه اون تخت شاهی که زمانی در اختیار جمشید بود و آن در واقع پادشاهی که در اختیار جمشید بود و زمانه به او بخشیده بود و در اثر نافرمانی یا منیت اون رو پرده ایزدی ازش دور شد و باعث شد که ضحاک بر او پیروز بشه و اون پادشاهی رو از دست بده. از او بیش بر تخت شاهی که بود، بدان رنج بردن چه آمد سود. میگه از او یعنی جمشید، میگه پیشتر بر تخت شاهی که نشسته بود، بدان رنج بردن چه آمدش سود. نتیجه اون تخت شاهی که جمشید بر اون نشسته بود، در اثر نافرمانی جز رنج بردن، جز در به در شدن هیچ حاصلش نشد. یعنی تمام زندگی که در اون دورانی که پادشاه بود اومد صرف این کرد که جهان رو آباد کنه، مردم رو در رفاه قرار بده و بعد از اینکه همه اینها رو کرد، میخواست به آرامش برسه و رفاه برسه و خودش هم استراحت کنه، به جای اینکه از اون تخت شاهی در واقع از اون مکانی که در اون قرار داشت به بهترین نحو استفاده کنه، با نافرمانی از خداوند و منیت کردن باعث شد که اون رنجی که کشیده بود بیهوده بشه. گذشته بر او سالیان 700، پدید آوریده همه نیک و بد. بعد 700 سال پادشاهی کرد، همه جهان رو از نیک و بد در واقع آراست. حالا نیکی رو آراست، بدی رو پاک کرد، نهایتش شد با اره به دو نیم کردن. چه باید همی زندگانی دراز، چو گیتی نخواهد گشادند راز. میگه زندگانی دراز هم وقتی که
دنیا نخواهد که راز خودش رو بهت نشون بده، در واقع هر چقدر هم عمر طولانی داشته باشی، اون دنیا آخر سر یه کاری میکنه که از اون زندگانی هم که یعنی عمری که کردی آخر سر اون لذت رو نبری. میخواد بگه که جمشید با اون 700 سال عمرش، با اون همه پادشاهیش، با اون همه در واقع جهان رو آراستن، به نیکی آراستن، در اثر فریب اهریمن خوردن و نافرمانی کردن و منیت کردن باعث شد که پرده ایزدی از او دور بشه و سرانجام جز بدی و نابودی بهش چیزی نرسه. خب چه باید همی زندگانی دراز، چو گیتی نخواهد گشادند راز. بله، آقای دکتر خالقی مطلق در خصوص مصرع دوم در یادداشت‌های خودشون اینجور نوشتن: چو گیتی نخواهد گشادند راز. نوشتن مضمون مصرع دوم اشاره است به کارها و کشفیات جمشید در آغاز پادشاهی او، همونی که عرض کردم، یعنی جهان رو آراسته کرد و همه خوبی ها رو به مردم آورد، ولی اما در آخر با بدی جهان رو ترک کرد. همی پروراند با شهد و نوش، جز آوای نرمت نیارد به گوش. میگه دنیا رو مردمان دنیا رو در واقع با شیرینی و شربت و نیکی پرورش داد و صدای خودش رو به روی کسی بلند نکرد، با آهستگی با مردم صحبت کرد. یکایک چو گویی که گسترد مهر، نخواهد نمودن به بد نیز چهر. چنان مهر رو در برابر یک مردم گسترش داد و گسترده کرد، انگار نمیخواست که از وجود او، از چهره او بدی در میان مردم نشان داده شود، نمایان شود. بله، بدو شاد باشی و نازی بدوی، همه راز دل را گشایی بدوی. درسته. بله، میگه با او شاد بودی و با او هم در آرامش و در نیکی بودی و همه رازهای دلت رو به جمشید مردم می اومدن می گفتن. یعنی با حضور جمشید مردم در شادی و آرامش و خوشی بودن، تا اینکه یکی نغز بازی برون آورد، به دل تندر از درد خون آورد. میگه دنیا بازی دیگه، روی دیگه سکه رو نشون میده. میگه با وجودش، میگه دنیا بازی دیگه به وجود میاره و بازی که دلت از درد چی میشه؟ پر از خون میشه. اون نغز بازی چیه؟ وجود ضحاکه. ضحاک پیدا میشه و 999 سال بر جهان حکومت میکنه. میگه پادشاهی ضحاک تازی 1000 سال بود، اما میدونیم که 1000 سال نبود، 999 سال بود. یک روزش باقی میمونه و در پایان یک روز، در واقع وقتی فریدون بر اون پیروز میشه، 999 سال بود که ضحاک بر جهان پادشاهی میکرده. فریدون بر پادشاه در واقع ضحاک پیروز میشه، اون رو به بند میکشه. ابتدا ضحاک دستای خودش رو باز میکنه، سپس سروش میاد و به او میگه که از پشت او، یعنی از پوست خود او در واقع بکن و با اون دستانش رو ببند و اون رو
نکش. و در پایان جهان هم که در واقع ضحاک اون رو از کوه دماوند آویزان میکنه و در پایان جهان اهریمن ضحاک رو نجات میده. یک روز ضحاک که از اون 1000 سالش در واقع در آیین زروان داریم دیگه، زروان میبینه که بارداره، بچهش دوقلوست، میگه هر کدوم از این فرزندان من زودتر به دنیا بیاید پادشاهی جهان رو به او خواهم داد. اهریمن این صدا رو میشنوه، زودتر به دنیا میاد، شکم مادر رو در واقع پاره میکنه، میاد بیرون. زروان میبینه که یک پتیاره زشت و در واقع سیاه جلوی چشمش ظاهر شد. پس از اون اهورا میاد زیبا و نورانی. اما چون با خودش عهد کرده بود که نخستین فرزندش که به دنیا اومد پادشاهی جهان رو 1000 سال به او بده، مجبور میشه حرفش رو عملی کنه. 1000 سال پادشاهی جهان رو به اهریمن میده. بعد از 1000 سال در 999 امین روز اهورا پادشاهی جهان رو از او میگیره، 1000 سال بر جهان حکمرانی میکنه و ما که الان در آیین زرتشت در 1003 هستیم، جنگ بین در واقع اهریمن و اهورا، گاهی اهورایی است گاهی اهریمنی. و در پایان جهان اهریمن ضحاک رو گفتم نجات میده، یک روز بر جهان حکومت میکنه، به کشتار مردمان میپردازه، به خون و خونریزی، و سرانجام وقتی که به اهورا در واقع به خداوند شکایت میکنند، اگر اشتباه نکنم باد و گیاه به اهورا شکایت میکنند و سروش رو میگه که گرشاسپ رو بیدار کن. رازی که در اینجا هست در واقع خواهیم خوند. اون راز اینه که سروش رو بیدار میکنه، سروش گرشاسپ رو بیدار میکنه و گرشاسپ ضحاک رو میکشه و فریدون کشنده ضحاک نیست. چرا ضحاک رو نمیکشه؟ برای اینکه اگر ضحاک رو اون موقع میکش، موجودات در پهلوی یا در اوستا هستش خرفستران، یعنی موجودات موذی مثل موش و عقرب و مار و گربه و سوسمار، اینها موجودات موذی جهان رو فرا میگرفت و باعث میشه که ضحاک، سروش میاد به گوش فریدون میگه که ضحاک رو نکش. چو ضحاک بر تخت شد شهریار، بر او سالیان انجمن شد 1000. میگه وقتی ضحاک بر تخت پادشاهی نشست، انجمن یعنی مردم، میگه و جهان، مردم جهان در واقع، سالیان گفتم 999 سال، ولی خب 1000 به خاطر در واقع رندش کرده دیگه فردوس اینجا. 1000 سال بر گرد او مردم جمع شدن، یعنی اون پادشاهی جهان رو کرد. سراسر زمانه بدو گشت باز، برآمد بر این روزگاری دراز. میگه همه زمانه و مردمی که در اون زمان زندگی میکردن همه اومدن پیش ضحاک، با او بیعت کردند و چند روزگاری ضحاک پادشاه جهان شد و بر این حالت هم اول نیکی میکرد اصلا ضحاک بر مردمان. اهریمن ضحاک رو بر تخت میشینه که مردمان رو نابود کنه. وقتی میبینه که ضحاک داره نیکی میکنه، میاد کاری میکنه که ضحاک خونخوار بشه و مردم رو در واقع انسانها رو به کشتن میده. نهان گشت کردار فرزانگان، پراکنده شد کام دیوانگان. میگه بعد از این که ضحاک بر تخت نشست و اهریمن اون رو فریب داد، دیگه
رفتار آدمهای دانا، رفتار آدمهای نیک از بین رفت، پنهان گشت، پراکنده شد کام دیوانگان. و در جهان کام دیوها یعنی بدیها در جهان گسترش پیدا کرد. هنر خوار شد، جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. میگه نیکی خوار شد، جادویی ارجمند کش خوب شد و درستی، خوبی، راستگویی پنهان شد و به دیگران آسیب رساندن، گزند رساندن آشکار شد. شده بر بدی دست دیوان دراز، به نیکی نبودی سخن جز به راز. دیوها همشون دست بر بدی کرده و به مردم بدی میکردن و به نیکی نبودی سخن جز به راز. هیچ کسی جرأت این رو نداشت که سخن از نیکی بگه مگر یا در پنهانی یا به صورت راز. در یادداشت‌هاشون نوشتن که مردم بر ضحاک 1000 سال انجمن شدند، دیگر اینکه فاعل را سالیان بگیریم و 1000 را قید مقدار. سالیان بر ضحاک 1000 گرد آمد، یعنی او 1000 سال پادشاهی کرد. این برداشت دوم محتمل تر است و اما درباره زمان پادشاهی ضحاک اختلاف است. طبری از گفته گروهی می نویسد که عمر ضحاک 1000 سال بود که از آن 600 سال پادشاهی کرد و به گفته گروهی دیگر عمر او 1100 سال بود که از آن 1000 سال پادشاهی کرد. به گزارش بندهشت و حمزه یعنی حمزه اصفهانی و ابن بلخی و مؤلف مجمل التواریخ که ناشناس است، پادشاهی ضحاک 1000 سال بود، ولی مؤلف مجمل التواریخ می‌افزاید بعضی از مبالغات کمروزی و نیم گویند. به این گفته که نویسش لندن 2 یعنی لندن نسخه در واقع لندن نزدیکتر است. خب شده بر 2 پاکیزه از خانه جمشید برون آوریدند لرزان چو بید، که جمشید را هر 2 خواهر بودند، سر بانوان را چو افسر بودند. میگه 2 نفر رو 2 تا پاکیزه، 2 زن پاکیزه رو 2 زن پارسا رو از خانه جمشید بیرون آوردن لرزان چو بید، یعنی از ترس به خودشون میلرزیدن، که هر 2 خواهر جمشید بودن. اونا میترسیدن که الان ضحاک اونها رو هم مثل جمشید بکشد. سر بانوان را چو افسر بودن، میگه همه بانوان زیر فرمان اونها بودن و در زیبایی نسبت به بانوان دیگر بالاتر بودن، یعنی برتری داشتند. ز پوشیده رویان یکی شهناز، دگر پاک دامن به نام ارنواز. میگه از اون 2 نفر یکیش اسمش شهناز بود، دیگری ارنواز. به ایوان ضحاک بردندشان، بدان اژدهافش سپردندشان. بردن به محل اقامت ضحاک و دادن دست آن دیو اژدهافش یا همون ضحاک و به او گفتن که این 2 رو ما از خانه در واقع جمشید پیدا کردیم. بپروردشان از ره جادویی، بیاموختشان کژی و بدخویی. میگه ضحاک به اونها جادویی را یاد داد، جادویی کردن رو یاد داد و همینطور بدی کردن و راه کژی یعنی راه نادرست رو، زشت خویی رو به اونها آموخت. ندانست خود جز ز بد آموختن، جز از کشتن و غارت و سوختن. چون که خودش جز اینکه بد بیاموزه
اولا خودش جز بدی نیاموخته بود و جز از کشتن اولا پدرش بود، ثانیا مردم بیچاره، و غارت و سوختن، یعنی قتل و غارت، چیز دیگه ای بلد نبود که به اونها هم یاد بده. خودش اینا رو یاد بلد بود، به اونها هم همینها رو یاد داد. چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه کهتر چه از تخمه پهلوان، خورشگر ببردی به ایوان اوی، همی ساختی راه درمان اوی. میگه بکشتی و مغزش بپرداختی، مر آن اژدها را خورش ساختی. میگه این آنچنان بود که هر شب دو مرد جوان رو، چه کوچیک باشه چه از نژاد پهلوانان باشه، یعنی چه از مردم عادی چه از نژاد پهلوانان، میگرفتن و میبردن پیش آشپز در باغ ضحاک و اون هم دستور میداد سرشون رو از تنشون جدا میکردن، مغزش رو جدا میکرد و برای مارهای روی دوش ضحاک که رویده بود، البته حالا مار تعبیر دیگه، دو تا دمل چرکین در واقع، اونها رو میکش و مغزشون رو در واقع غذای اونها میساخت. تا همین بیت 14 ضحاک تمام. انشالله جلسه بعد در خدمتتون خواهیم بود.